روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرها را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 9 آگوست ما این خبرها را داریم. دادستان کل روسیه 13 فرد گمانبر به جنایت‌های مختلف را به تاجیکستان استرداد کرده است. تلاش عکسگیری از منظره‌های زیبا در پنجکند به مرگ یک جوان انجام یافت. رئیس جمعیت فرهنگی تاجیکان در نوسیبیرسک یک وکیل روس را به برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم کرد و رئیس شهر اصفهان دستور داد که ساکنان زهرآلود شده از غذا در یک قهوه‌خانه شهر رایگان تبابت شوند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین میگوید نیروهای روسیه حمله‌ها در سمت شهرهای افدیفکا و بهموت ولایت دونتسک را ادامه داده می‌خواهند سربازان اوکراینی را با بزرگترین زیان مواجه کنند. 9 آگوست نیروهای اوکراین با حمله جوابی روس‌ها را در شهرهای ایوان دریفکا، بهموت و زایتسف به عقب گرداندند. به این ترتیب حمله به افدیفکا و کراسنوهاریفکا خنثی کرده شده است. تا هنوز نظر منبع‌های مستقل در این باره نشر نشده است. در این بین نگرانی‌های بین‌المللی از بمباران بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا زاپاروژیا زیاد صدا می‌دهد. رئیس آژانسی نیروهای هسته‌ای اوکراین پیشنهاد کرده است که منطقه گرد و اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیا منطقه آزاد از سلاح اعلام کرده شود. نماینده مقامات رو به مسکو زاپاروژیا روز 8 آگوست با خبرگزاری‌های روسی اطلاع داد که نیروگاه هسته‌ای در رژیم معمولی کار می‌کند. اصلیدین دوستیف خبرنگار شناخته و حقیقت جوی تاجیک شام 8 آگوست در سن 64 سالگی در کلاب درگذشت. به گفته دوستانش او روز 4 آگوست جراحی شده بعد این دیگر به خود نآمد. دوستیف که از منطقه کلاب سالها برای نشریه‌های کشور مطلب می‌نوشت با جسارت خاصش شناخته بود. همکاران ما در مراسم جنازه روزنامه‌نگار شرکت داشتند و بعد از 3 ساعت در برنامه اخبار آزادی گزارش در این باره پیشنهاد شما می‌شود. رئیس یک جمعیت تاجیکان در نوسیبیرسک وکیل شورای وکیلان این شهر را به برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم می‌کند. منهاج‌الدین کریموف رهبر سازمان فرهنگی سامانیان تاجیکان میگوید باید پیش راه اغواانگیزی این وکیل گرفته شود. این بحث با آن آغاز شد که وکیل مردمی راستیسلاف آنتونوف رئیس جمعیت تاجیکان نوسیبیرسک را برای بی‌طرفی در قضیه کشتار دختری روس از سوی یک شهروند تاجیکستان تنقید کرد. او از مقامات روسیه طلب کرده است که سازمان تاجیکان را مبلغ گذاری نکنند. کریموف میگوید هیچ مبلغی از مقامات روسیه نگرفته است و بجز از برخی از برنامه‌های دولتی تمام اقدام‌های دیگری سازمان با پول خود تاجیکان است. آخر ماه ایول در نوسیبیرسک یک دختری 17 ساله کشته شد. در این جنایت شهروند تاجیکستان را گمانبر دانستند. آنتونوف میگوید رئیس جمعیت فرهنگی تاجیکان از خانواده دختری کشته شده عذر نپرسید. منهاج‌الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی این جنایت را محکوم کرد ولی گفت واکنش به این قضیه به صلاحیت آنها نیست. دادستان کل روسیه 13 فرد گمانبر به جنایت‌ها را به تاجیکستان استرداد کرده است. در این باره خبرگزاری تاس با استناد به مرکز مطبوعات دادستانی خبر داده است. متهمان را مقامات روسیه بازداشت و برای ادای جزا به نهادهای مسئول تاجیکستان سپردند. یکی از این استرداد شده ها ظفر قربانعلیف بوده است که در دزدی مبلغ با حجم کلان گمانبر دانسته می شود. به اطلاع دادستانی روسیه قربانعلیف از 25 فوریه تا 4 می سال 2021 زمان فعالیت به حیث سردار مرکز خدمترسانی توحید بانک 1 میلیون سومانی و قریب $90,000 را دزدیده است. آخر ماه گذشته دادستان کل روسیه ایگور کراسنوف در دوشنبه با پرزیدنت امومالی رحمان و همتای تاجیکش یوسف رحمان ملاقات داشت. در دوشنبه دادستان کل روسیه و تاجیکستان برنامه‌های همکاری از جمله در سمت مبارزه مشترک علیه جنایتکاری و تهدیدهای مثل تروریسم و افراطگرایی را امضا کردند. رئیس شهر اصفهان دستور داده است که همه ساکنانی که هنگام استعمال غذا در یک قهوه‌خانه این شهر زهرآلود شده‌اند به تبابت رایگان فرا گرفته شوند. حادثه چند روز قبل رخ داده است و بعد خوردن غذا در قهوه‌خانه 22 نفر زهرآلود شده‌اند. 10 نفر در بیمارستان شهری بستری گشتند. به اطلاع زبیدالله شامدوف سخنگوی شهر اصفهان، بهاویدین بهادرزاده رئیس این شهر در جلسه با رهبران همه بیمارخانه و مؤسسه‌های طبی شهر دستور داده است
که افراد سیرایت یافته را در قهوه‌خانه با دارو و درمان و طبابت رایگان فراگیرند. وی همچنین طلب نموده است که گناهکاران حادثه مجازات و نظارت وضع بهداشتی طرفخانه و آشخانه‌های شهر پرزور کرده شوند. تلاش عکسبرداری از طلوع آفتاب و منظره‌های زیبای طبیعت در تاجیکستان با مرگ یک جوان انجام یافت. به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده، ساکن 18 ساله دهه پدرود پنجکند صبح بر وقت روز 6 اوگوست با هدف صورتگیری به کوه طرح رفته به جری سرازیر شده فوتیده است. در پی مراجعت نزدیکان جوان، نجات بخشان به جستجوی او برآمده بعد از یک روز جسدش را 300 متر پایین‌تر از جای حادثه پیدا کردند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفته است این حادثه بی سابقه است و از ساکنان خواسته است ضمن سفر به کوه‌ها بی‌خطری را جداً رعایت کنند. در گذشته حالت‌هایی بود که جوانان با نیت سلفی گیری به جای‌های خطرناک رفته و به دریا افتیده غرق شده بودند. و در پایان برنامه یک معلوماتی کوتاه درباره قرب اسعار. امروز 9 اوگوست بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی را 164 سومانی و 60 درم معین کرده است. $1 آمریکایی 10 سومانی و 25 درم و 1 یورو 10 سومانی و 51 درم تعیین شده است. ما درباره قرب رسمی اسعار خارجی می گفتیم. در بانک‌های تجارتی دلار و یورو و روبل شما را ممکن است با پول کم یا زیادتر عوض کنند. سپاس از همراهیتان در برنامه سرخط رویدادها. خبر و گزارش مهم و جالب دیگر را بعد از 3 ساعت در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم. با ما بمانید.